آموزش حلوا برای من همیشه جذاب بوده، چون خودم خیلی حلوا دوست دارم و براتون یه آموزش حلوا خیلی لذیذ و خوشمزه آوردم که مناسب این روز هم هستش. بریم با هم دیگه درستش کنیم. برای درست کردن زردی تخم مرغ توی ظرفی میریزیم، یکم هم میزنیم تا یه روون بشه و بعدش اون مقدار آبی که داشتیم بهش اضافه میکنیم، دوباره یکم دیگه هم میزنیم و حرارت رو روشن میکنیم، حرارت ملایم باشه. عسل رو اضافه میکنیم، شکر رو اضافه میکنیم و روی حرارت خیلی ملایم اجازه میدیم تا به نقطه جوش برسه. وقتی که جوشید خاموشش میکنیم، گلاب رو اضافه میکنیم و میذاریمش کنار تا یکم به دمای محیط برسه. در مرحله بعد مقدار آردی که داشتیم رو الک میکنیم توی تابه، با حرارت خیلی ملایم تفت میدیم. نباید آردمون تغییر رنگ بده، فقط باید تفتش بدیم و بوش بلند بشه. و بعد از اینکه آردمون تفت خورد، آرد برنج رو اضافه میکنیم، دوباره یه مقدار دیگه تفت میدیم. مقدارش هم توی کفش براتون می‌نویسم. بعد از اینکه دو تا آردمون کامل تفت خورد، دو تا آرد با هم دیگه بعد از تفت خوردن دوباره الک میکنیم حتما و بعد کره رو بهش اضافه میکنیم. روی حرارت ملایم موادمون، نباید حرارت زیاد باشه. یکم که کره رو به خورد آردمون دادیم، در مرحله بعد اون مقدار روغنمایی که داشتیم رو اضافه میکنیم. روغنمایی رو اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. حدود یه 10 دقیقه با روغن مایع هم میزنیم به حرارت ملایم، مدام باید هم بزنید. در مرحله بعد هم شربتی که درست کرده بودیم و طی 2-3 مرحله اضافه میکنیم. وقتی یکم شربت رو ریختیم، زعفرون هم اضافه میکنیم، هم میزنیم. دیگه اینجا موادمون یکم سفت میشه و سرعت عمل داشته باشین. گوله های آردتون رو قشنگ با لیسک باز کنید. حلواتون خیلی نرم و لطیفه. شربتتون هم طی 2-3 مرحله اضافه کنید و بعدش به این صورت گهواری میزنید و هم میتونید ماسوره بزنید تا موقعی که گرمه، هم میتونید حالا به صورت قالبی هم درستش کنید، فرقی نداره، یا اینکه مثل من توی ظرفی بریزید و به این شکل تزیینش کنید. این حلوا خیلی خوشمزه هستش. حتما این پست رو سیو کن و بفرست برای اونایی که حلوا دوست دارن.